سلام همراهان عزیز، فراموش نکنید که حالا دیر نشده است برای اینکه خودت باشی، به خودت اعتماد کنی، از حق خودت دفاع کنی، خودت را دوست داشته باشی، وارد یک رابطه تازه شوی، مسیر شغلیت را تغییر دهی، به آرزوهای دست نیافته‌ات برسی، زندگی ایدئالی خود را بسازی، آن آدم باشی که همیشه دلت میخواست باشی. و در آخر این را بگویم که خودت را دستی کم نگیر. تو انسانی پیروز هستی. تو میتوانی به همین خواسته هایت برسی اگر به شرطی که کوچکترین قدم خود را آغاز نمایی. فراموش نکن، درازترین راه ها با قدم های کوچک آغاز شده اند. بناهای بلند از زیر بنا بنیاد یافته اند. تو هم میتوانی، فقط خودت را دست کم نگیر. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.